من خیلی دوست داشتم که میتونستم بهتون بگم کیتی موشه چه چیزهایی رو گاز میزد. اما من اصلاً نمیتونم. چون این چیزها یک لیست خیلی بلند بالایی دارن. خیلی 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 بلند. کیتی همه چیز رو گاز میزنه. وقتی صحبت از گاز زدن میشه کیتی موشه اصلاً مشکل پسند نیست. اون حتی ظرف غذای گربه ها رو هم گاز میزنه. تو روزهای سرد کیتی حتی یخ رو هم گاز میزنه. اون حتی فلفل‌های تن رو هم گاز میزنه و فکر میکنه که فلفل از یخ خوشمزه تره. هر وقت که خورشید بالا میاد کیتی همه تلاشش رو میکنه که زیاد غذاهای گربه ها رو گاز نزنه. آخه آخرش اصلاً عاقبت خوشی نداره. شماها تا حالا یه کفش رو گاز زدین. خب کیتی موشه گاز زده. اونم نه یه کفش معمولی. اون کفش یه اسب رو گاز زده. یه روز کیتی داشت بادبادک بازی میکرد و یه گاز کوچیک به نخ اون زد. وقتی به نخ گاز زد بادبادک اونو با خودش برد. یه بار دیگه کیتی رو دیدم که توی یک قایق نشسته بود و یه گاز به وسط قایق زد. ای وای نه. گاز زدن وسط قایق اصلاً ایدهی خوبی نبود. دیگه قایق نمیتونست روی آب بایسته. توی روزای بارونی کیتی دوست داره به نونهای داغ گاز بزنه. چون این کار خیلی لذت بخشه. اما بعضی وقتا اشتباهی دمش رو گاز میزنه. اون حتی مجسمه وال آبی که روی دیوار بود رو هم گاز گرفت. کیتی عاشق گاز زدنه اما تا حالا هیچ وقت یه دریا زمین رو گاز نزنه. ولی تا جایی که من میدانم این تنها چیزیه که اون تا حالا گاز نزده. من یه بار کیتی موشه رو دیدم که یه کاکتوس رو گاز میزد. حتی یه تششک رو. حتی یه جعبه که یک عالمه جوراب توش بود. ساعت و سبد و توپ. هیچ چیز از دندونهای کیتی در امان نبود. و اگه ما مواظب نباشیم شاید اون یه گاز کوچولو به لب‌ها ما هم بزنه.